زمانی است که پنجره ها دیگر شیشه ای ندارد. دیر زمانی است همیشه و همیشه هزاران تکه خیابان ها را پوشانده است. دخترک در پشت پنجره همیشه همان است. آنتیگون، عشق مردگان خاموش سخت است و غوغا میکنم. میدانم. من کسان را خوشنود میکنم که باید. اگر تو نمیکنی من میکنم. اگر سزای به جا آوردن آیین خدایان مرگ است، من این مرد را به جان میخرم و در کنار آن که گرامیش میدارم گرامی خواهم خورد. من هرگز جای را که شایسته رستگاران است را به جنایتکاران نمیبخشم. تو این جهان را به آن جهان در آموخته ای، زنده ای را در گور کرده ای و مرده ای را از گور بیرون گذاشته ای. زود باشد که فریاد زاری اهل خانت به آسمان برود. دیریست تا مصیبت از پی مصیبت فرود آمده است. اینک واپس شعله امید در خانه او دیپ خاموش می شود. اما من از گوشه و کنار شنیدم که مردمان شهر به حال زار این دختر جوان میگوید. تنفر در سرشت من نیست. مهرورزیدن سرشت من است. اگر میخواهی مهرورزی کنی برو در آن جهان مهرورزی کن. تا من زندم هیچ زنی را نمیرسد که بر من چیرگی جویم. و امید دارد و خواندن سرود آزادی. Maintenant, elles espèrent chanter le chant de la liberté. و رقصیدن در کوچه های شهر. Danser dans les rues de la ville. و دوباره دیدن رویه هایشان. Et revoir leurs rêves exister. و حالا پیام رسان هایی که سخن میگوید آیا شنیده خواهد شد؟ Maintenant, les messagères prennent la parole. Seront-elles entendues?